بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن والایی که شعله عشق را در فانوسی سینه پرمهری مادری روشن نمود و بارور ساخت. سلام بر سرور بانوان جهان، عطای خداوندی سبحان، دختر پیغمبر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. سلام بر زنان و مادرانی عزیز. سلام ای مادری مهربان که عمرت وفاست، مهرت دنیاست، قلبت صفاست و در نگاهت محبت هاست. سلام و تبریک به مادرانی که در وجودشان جوان مردان و شیرزنان آینده را پرورش می‌دهند. شنوندگان عزیز، به برنامه سلامتی خوش آمدید. ما می‌خواهیم در این برنامه در رابطه با کارهایی که قبل از تولد فرزندتان باید انجام دهید صحبت کنیم. رادیو مهر، صدای کودک. شما در برنامه سلامتی میشنوید زمان بارداری چی باید خورد و چی کارهای باید انجام داد و چی کارهای نباید انجام داد. اگر سلامتی کودکانتان برایتان مهم است، پس این برنامه را گوش کنید. رادیو مهر، صدای کودک. ما در این سلسله برنامه می خواهیم چند نکته در رابطه با سلامت کودکانتان بگوییم. در این برنامه خدمت کارشناس و محقق طبی نیاگان جناب محمد حکیم هستیم. سلام علیکم استاد، اگر سلام علیکی هست بفرمایید. علیکم السلام. سلام خدمت شنوندگان مهربان و نازنین رادیو مهر و همچنین خدمت شما و همکاران زحمتکشتان در بخش صدای کودک. استاد اگر ممکن است خودتان را معرفی نمایید. بله، من محمد حکیم هستم، کارشناس و محقق طبی نیاگان. استاد در این برنامه ما از شما یک سوال داریم. مادرانی عزیز چیکار کنند تا صاحب فرزندانی زیبایی شوند؟ بگذارید من این سوال شما را با یک مقدمه شروع کنم. اگر ما بخواهیم کشاورزی بکنیم، قبل از کاشت گندم کارهایی را باید انجام داد. برای مثال آماده کردن زمین و شخم زدن و بعد از این موارد تهیه گندم مرغوب و عالی و بعد از تهیه گندم زمان کاشت است. پس ما پیش از اینکه به فکر برداشت محصولمان باشیم باید به فکر مقدمات آن باشیم. اگر مقدمات کاشت، داشت و برداشت را به خوبی انجام دهیم محصول بسیار عالی به دستمان می رسد. برای داشتن فرزند زیبا هم همین است. ما باید قبل از تولد در زمانی که نوزاد در شکم مادرش است به فکر زیبایی و باهوشی و سالم بودنش باشیم. بهترین زمان برای کسانی که می‌خواهند فرزندان زیبایی داشته باشند قبل از تولد نوزاد است. ما در این برنامه فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنیم و آن میوه است بسیار خوشمزه و پرخاصیتی به نام میوه بهی.
مادرانی که باردار هستند اگر می‌خواهند فرزندانی زیبا و خوشرو داشته باشند باید میوه بیهی را مصرف کنند. بیهی میوه است که کالری آن بسیار کم است. بیهی میوه است که کالری کمی دارد. این میوه دارای ترکیبات مغذی مختلف است مانند نشاسته و عناصر مختلف کلسیم، فسفر و انواع ویتامین ها. بیهی علاوه بر زیبا کردن فرزند فایده های زیادی دیگری هم دارد. اولین فایده ای که برای جنین دارد باعث زیبایی فرزند می شود. مصرف بیهی باعث می شود تا کودکان باهوشی داشته باشیم. مصرف بیهی از سیخت شدن جنین پیشگیری می کند و نوزادان و کودکان ما را خوشبو می کند و باعث خوشبو شدن فرزندان ما می شود. و همینطور کسانی که از بوی بدی بدنشان شکایت دارند می توانند برای خوشبو شدن عرقشان بیهی مصرف کنند. بیهی دارای ویتامین B است که این ویتامین سبب می شود تا مادران باردار کمتر استرس گیرند و حتی از افسردگی دوران بارداری پیشگیری می کند و این در سیستم عصبی جنینتان تأثیر مثبتی دارد. استاد، آیا سیب بیهی فقط به فرزند فایده می رساند یا برای مادری بچه هم فایده دارد؟ فواید بیهی فقط در اینها خلاصه نمی شود. به مادر او هم تأثیرات خوبی دارد. بیهی باعث پیشگیری از کمخونی در مادران باردار است. وجود آهن و مس در ترکیبات بیهی باعث بهتر فعالیت کردن سیستم قلبی و عروقی مادر شده و از بروز کمخونی در او پیشگیری می کند. مادرانی که الرژی دارند می توانند بیهی مصرف کنند چون بیهی از الرژی آنها می کاهد و همینطور مادرانی که حالت تهوع یا دلبیجاگی دارند می توانند از بیهی مصرف کنند چون بیهی باعث می شود این حالت بهتر شود. مادرانی که مشکلات دندان دارند با مصرف بیهی این مشکلشان حل می شود چون بیهی حاوی مقدار زیادی کلسیم است و همینطور سیستم قلبی و عروقی مادران را تقویت می کند. مادرانی که فشار خون دارند می توانند از بیهی استفاده کنند. استاد، بیهی یک میوه سخت است و خوردنش آسان نیست. آیا روشی مصرف خاصی دارد؟ بله، بیهی یک میوه است که خوردنش کمی دشوار است. هر منطقه روشی برای مصرف دارد. برای مثال بعضی ها آبپز می کنند، بعضی ها در آش پلو می انزند، بعضی ها هم بخارپز می کنند. مهم مصرف بیهی در دوران بارداری است. به هر روشی که می توانند، هیچ فرقی ندارد. استاد، بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه‌های آینده نیز با ما همراه باشید. تشکر میکنم از برنامه خوب شما و از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودند. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم همیشه شاد و سالم باشید. خدا حافظ همگی. سوال در رابطه به طب نیاگان دارند می توانند سوالات خودشان را در شماره واتساپ +49 177 39 09 994 برای ما بفرستند. سوالات و پیشنهادات شما عزیزان برای ما بسیار با ارزش است. تا برنامه بعد شما مهربانان را به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدار.